سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس 27، درس آخر کتاب فوکس آن وکابولری یک خیلی خیلی خوش اومدید. تو این درس میخوایم راجع به های تک ترش صحبت کنیم یا زباله های تکنولوژی. یه سری سوال از ما پرسیده شده. Number 1, how often do you replace your cell phone and other similar computer equipment؟ یعنی چند وقت یه بار شما موبایلتون و دیگر وسایل کامپیوتری مشابه رو ریپلیس میکنید. ریپلیس یعنی جابجا کردن و کلمه بسیار خوبی هستش. دقت کنید که ما هرگاه how often رو سوال میپرسیم پشت سرش do میذاریم، یعنی از زمان حال ساده استفاده میکنیم. یه نکته دیگه که تو این سوال وجود داره کلمه equipment هستش که کلمه equipment یعنی تجهیزات. ما توی فارسی جمع معنی میکنیم اما توی انگلیسی همیشه مفرد هستش. الان میبینیم مثلا میگیم other، اینجا قاعدتا باید جمع باشه چون other تعداد زیادتری هستش. سوال دو number 2, what happens to your old gadgets؟ یعنی چه اتفاقی برای گجت های قدیمیتون افتاده؟ گجتس که جمع میشه به معنی در واقع وسایل الکترونیکی هستش. چه اتفاقی میافته؟ چی کارشون میکنید؟ اونایی که old هستن. Do you think it's right for some countries to export the trash؟ به نظر شما درسته که بعضی از کشورها export the trash میکنند، یعنی صادرات میکنن ترششون رو، زباله های الکترونیکی منظور هستش، و سعی کنید که جواب بدید. درسی که با من قرار شروع کنید درس آخر کتاب فوکس آن وکابولری هست و اگر فکر میکنید که این کانال برای شما مفید هستش حتما به دوستای خودتون هم معرفی کنید. آدرس کانال من dashbon.englishclub هستش. خب طبق روش این کتاب من اگر کلمه رو نمیدونم شماره 1، اگر کلمه رو قبلا شنیدم معنیشو مطمئن نیستم شماره 2، و اگر کلمه رو متوجه میشم اما خیلی راجبش مطمئن نیستم شماره 3، و در آخر هم اگر میتونید راحت استفاده کنید و کاملا براتون اکتیو هستش شماره 4 رو بذارید کنار این کلماتی که الان قراره با هم دیگه بخونیم. کلمات رو من معنیشو به شما نمیگم اما part of speech یا اسم و فعل و صفت و قیدش رو بهتون میگم که معنیشو بتونید از خود متن حدس بزنید. قبل از اینکه اصلا من متن رو توضیح بدم شما یه دور خودتون متن رو بخونید و بدون این توضیحات من، بدون اینکه معنی ها رو چک کنید، ببینید چقدر در آخر کتاب فوکس آن وکابولری شما چقدر متوجه میشید که این کلمات چی هستن و متوجه معنی های کلمات بشید. اولین کلمه‌ای که داریم کلمه accountability. خیلی کلمه خوبی هستش. accountability ممکنه معنیشو بلد نباشی، یعنی قبلا شنیدیدش ولی معنیشو بلد نباشی، میتونید شماره‌ای که در واقع لازم هستش کنارش بذارید. accountability. Number 2, bypass. Number 3, cancel. Curb. Currency. Delete. Dent. Disposal. Dreadful. Grind. Hardware. Hazardous. Invention استرس روی این سیلابه. Mount. Overseas. او رو بچه ها درست تلفظ او، حتی توی کلمه open ما open نمیگه open. Penalty. Scope. Sheer. Shore. Substance. Tide. Token. Warehouse. Weave. خب شما ممکن از کلمات رو بلد نباشید، مثلا accountability، bypass، اینا که حالا حدس میزنم، curb، disposal، dreadful، grind،
hazardous ممکنه بلد باشید، یا dent رو میتونید از ریشش حدس بزنید. shear، token، اینها کلماتی هستن که ممکنه بلد نباشید. اینو میتونید شماره 1 بذارید کنارش. از اولین کلمه شروع میکنیم چون این ایتی آخرش این کلمه اسم هستش. در واقع وای یا ایتی در واقع میتونه پسوند اسم ساز باشه، مثلا currency اینجا وای اسم هستش. بعضی کلمات که نشانه ندارن مثلا پنالتی که وای آخرش از این اسمه. بعضی کلمات AL آخرشون مثلا disposal یا dreadful، full نشانه صفت هستش، من disposal اینا میتونن صفت باشن. مثلا dreadful صفت هستش چون full آخرش هستش. یا مثلا کلماتی که قبلا هم بهتون گفتم OUS آخرشون، مثلا hazardous OUS این صفت هستش، ولی خب مثلا TION پسوند اسم ساز هستش. یا مثلا ens مثل substance این پسوند اسم ساز هستش. بعضی کلمات هیچ نشانه‌ای ندارن، مثلا cancer این باز اسمه. curb هیچ نشانه‌ای نداره، فعل هستش. اینا دیگه از روی بسا دانش خودمون تشخیص. مثلا delete هیچ نشانه‌ای نداره ولی فعله. grind فعل هستش. hardware اسمه. mount فعل هستش. overseas اسم. scope اسمه. کلماتی هم هستن که هیچ نشانه‌ای ندارن و ممکنه اسم باشن یا گاهن هم فعل باشن. بنابراین من سعی میکنم یه جزوه رو در کانال تلگرامم بذارم. آدرس کانال تلگرام من هم _ English Club هستش. راجع به پسوندهای اسم ساز، صفت ساز، فعل ساز و قید ساز حتما اون جزوه رو بخونید چون بهتون کمک میکنه که بهتر تشخیص بدید. بسیار خوب بچه، بریم سراغ پاراگراف اول. درسمون راجع به زباله‌های الکترونیکی هستش و متن خیلی هم جالب هست، برای رایتینگ های آیلتستون خیلی مفیده. On a computer, it's easy to delete software and files by sending them to the recycling bin. خب توی کامپیوتر خیلی راحت هستش که ما نرم افزارها و فایلایی که نمیخوایم رو با فرستادن اونها به سطح زباله دیلیت کنیم. خب کلمه ترکیب it's easy to همونجور که اینجا میبینید، ببینید بچه ها اجازه بدید من هایلایترم بردارم. ترکیب it's easy to همیشه بعدش با infinitive میاد، یعنی با فعل با to میاد. کلن هرگاه صفت داشته باشیم با to میاد. مثلا it is difficult to، it is easy to، it is challenging to. پس بعد از صفت هایی که با it is شروع میشه ما infinitive میاریم. بعد نکته بعد حرف اضافه by هستش که بعدش ing form میاد. by sending them to. send حرف اضافهش to هستش، میگیم send something to something. و recycling bin که دیگه میدونیم دیگه سطح زباله کامپیوتر هستش، همیشه با the میاد چون که یه چیز شناخته شده هست برای ما. کلمه software هم هیچگاه اسم نمیگیره، همیشه مفرد هستش. و در کامپیوتر هم میگیم on a computer، یعنی روی صفحه کامپیوتر منظورمون هستش. Text messages, TV programs, music and photographs can also simply be deleted. خب اینا هم خیلی راحت ما دیلیت میکنیم دیگه. تکست مسیج ها و برنامه تلویزیون، موسیقی، عکس، اینها خیلی راحت simply که اینجا ادورب خوبی هستش میتونه دیلیت بشه. چرا also استفاده کرده؟ چون بالا دیلیت میشدن، اینجا هم دیلیت میشن دیگه، also استفاده کرده. If they couldn't, our tech products would fill up and grind to a halt. خب اگر که ما این کار رو انجام ندیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته این هستش که پروداکت تکنولوژی ما پر میشه دیگه. کلمه fill up به معنی پر شدن هستش که خیلی ترکیب خوبی هستش. البته شما سعی کنید که توی رایتینگ ها از فریزال ورب ها یا فعل های دو قسمتی استفاده نکنید چون باعث میشه که رایتینگتون تون اینفورمال بگیره. پس کلمه fill up یک فریزال ورب هستش. پس اگر ما این کار انجام ندیم، اون محصولات تک مخفف همون تکنولوژی هستش، اون منظور همین تیویمون یا دستگاه موسیقیمون یا کامپیوترمون، would که استفاده کرده یعنی احتمالش هست که در آینده اتفاق بیفته، به خاطر که
به هر حال improbable هست، ممکن اتفاق بیفته، از would استفاده کرده. بعد اینجا ما یک ترکیب خیلی خوب داریم بچه ها، grind to a halt. grind to a halt. grind to a halt به این معنی هستش که gradually یعنی به تدریج slow down میشه و stop completely میشه. حالا به دلیل یه سری برنامه ها و به دلیل یه سری کارهایی که ما ممکن روی کامپیوترمون انجام بدیم. پس ترکیب grind to a halt means to gradually slow down and stop completely. معمولا برای توصیف یک موقعیتی به کار میره که مثلا یه چیزی یه زمانی خیلی smoothly یا خیلی rapidly بوده ولی بعد به دلیل حالا یه سری عوامل مثلا همین که فایلامون رو دیلیت نکردیم این دچار فیلیر میشه، دچار دیفیکولتی میشه و در واقع کند میشه به اصطلاح. پس میگه grind to a halt. خود کلمه grind بچه به معنی آسیاب کردن هست و کلمه halt به معنی متوقف شدن هستش. انگار که به تدریج در واقع یک چیزی آسیاب میشه و متوقف میشه. که البته برای چیزهای دیگه هم این ترکیب رو میتونیم استفاده کنیم، به ویژه در کانتکست هایی که مربوط به ترافیک و امور شهری هستش ما میتونیم خیلی زیاد استفاده کنیم. grind to the halt. بعد PP grind ground هستش، گذشتهش ground هستش. یعنی مثلا میخوام بگیم که مثلا میخوام بگیم مذاکره بین دو تا گروه به تدریج متوقف شد به دلیل اینکه با هم دیگه به توافق نرسیدن. اینجوری میگیم the negotiations between the two parties ground to a halt. من انجا گذشتهش است و ground G-R-O-U-N-D ground to a halt due to disagreements به دلیل disagreemenتی که حالا over terms داشتن، بر روی شرایط داشتن. پس گذشتهش رو هم یاد بگید. مثلا خواهد بگید به تدریج متوقف شد. پس میگیم که اگه این کار انجام ندیم وسایلمون پر میشه would fill up and grind. اینجا چرا گذشته نگفته؟ چون که بعد از would هستش. would مداله، بعد از مدال ما همیشه فعل رو به صورت ساده میاریم. پس اینو ترکیبم با هم حفظ کنید. However, the situation isn't quite so straightforward when it comes to getting rid of the hardware itself. اگرچه حالا اینجا اگرچه رو به این دلیل گذاشته که میخواد بگه بالا راحت، چون گفت بالا سیمپل هستش دیگه، بالا راحت بود. اما اینجا چی میگه؟ موقعیت اینقدر هم راحت نیست. straight forward. کلمه straight forward کلمه‌ای هستش که صفت هستش و خیلی زیاد هم کاربرد داره توی انگلیسی. خیلی کلمه خوبیه، به معنی ساده، راحت، به معنی simple, clear and easy to understand or follow بدونی که حالا complication وجود داشته باشه. یک چیزی که خیلی راحت و بدون پیچیدگی هست و میگیم it's so straightforward که quite رو هم گذاشته یعنی خیلی خیلی straightforward هستش. quite so straightforward. و مثلا میتونیم بگیم مثلا یک مسیر خیلی سرراست straight forward direction. یا مثلا میخوایم بگیم که به عنوان مثلا دستورالعمل instruction straight forward هستش. a straight forward instruction یعنی دستورالعمل. یا مثلا سبک درس دادن من خیلی straight forward هستش. مثلا a straight forward teaching style که به معنی simple, clear and easy to understand هستش. خب میگه وقتی که ما میرسیم به getting rid of when it comes to یعنی وقتی میرسیم به getting rid of یعنی خلاص شدن از سخت افزار. خود سخت افزار خب یه خود موضوع پیچیده میشه. میخواد بگه it's not so straightforward. مثل خلاص شدن از فایل های روی نرم افزار نیست. دقت کنید ترکیب get rid of مثل کلمه fill up اینم فریزال ورب هستش و توی رایتینگتون استفاده نکنید. get rid of به معنی در واقع خلاص شدن از چیزی و دلیلی که ing گرفته این هستش که بعد از تو اومده، تو اینجا حرف اضافه هستش. اگر بخواید فرمال استفاده کنید میتونید مثلا از کلمه dispose of استفاده کنید. D-I-S-P-O-S-E of O-F
dispose of DISPOSEOF. یا مثلا از کلمه eliminate استفاده کنید. eliminate هم کلمه خوبی هستش. ELIMINATE eliminate. اینا هم همون معنی در واقع خلاص شدن از دست چیزی دارند و توی رایتینگمون بهتر کلمات رسمی رو استفاده کنیم. پس ما دو تا کلمه اینجا داشتیم، سافت‌ور نرم افزار، هاردور سخت افزار. بسیار خوب بچه ها، پاراگراف دوم رو با هم شروع میکنیم. The rate of demand for technological invention has resulted in annual sales of technological consumer goods, TCGs, growing year after year. خب خیلی جمله خوبی هستش و جمله قوی هستش. فاعل ما فاعل در واقع پیچیده هستش، میگه که سرعت در واقع تقاضای اختراعات تکنولوژی باعث شده که فروش سالانه این TCGs ها یا کالاهای مصرف کننده تکنولوژی سال به سال افزایش پیدا کنه، year after year افزایش پیدا کنه. ما اینجا با یک ترکیبی روبرو هستیم به اسم TCGs که این اکرونیم هستش، مخفف Technological Consumer Goods. Goods یعنی کالا، همیشه هم جمع، Consumer یعنی مصرف کننده، Technological هم که به معنی تکنولوژی هستش. پس ما میتونیم تو رایتینگ همون از TCGs هم استفاده کنیم، کالاهای مصرف کننده تکنولوژی مثل کامپیوتر و لپتاپ و سلفون و این چیزها. بعد the rate of demand خیلی ترکیب خوبی هستش، یعنی نرخ تقاضا، the rate of demand برای این technological invention یا technological goods ها در واقع has resulted in. این has resulted in رو بچه ها همینجوری که هست یاد بگیرید، یعنی منجر شده است، باعث شده است، باعث شده به فروش سالانه، annual sales. این annual اینجا صفت به معنی سالانه، فروش سالانش چی بشه؟ growing year after year افزایش پیدا کنه، year after year یعنی پشت سر هم، سال به سال. In 2008, for example, global sales to TCG increased by 14% to $694 billion. مثلا در 2008 فروش جهانی TCG افزایش پیدا کرد تا حدود 14% و رسید به اینقدر. خب اینجا بچه‌ها توی برای تسک 1 یه سری نکات مهم رو میتونیم یاد بگیریم، اونم افزایش پیدا کردن. وقتی میگم افزایش پیدا کردن، increased اینم 3 ساوند تلفظ کنید. بعد افزایش پیدا کردن تا by 14%، همیشه مفرد هستش، هیچگاه پرسنت رو جمع نگید. تو تا رسید، اینجا ببینید تو تا رسید به مثلا 14% افزایش پیدا که رسید به اینقدر، پس حرف اضافه increase تو هستش. Some of this growth is due to new users buying TCGs in developing economies, but the vast majority is the result of users in developed economies replacing existing equipment. حالا داره دلایل این افزایش جهانی رو میگه بعضی از این رشدها، دقت کنید که نویسنده چقدر از کلمات مختلف استفاده میکنه. اونجا گفت increase، اینجا میگه growth noun grow هستش دیگه، به خاطر due to. مثلا اینجا میگه due to، بالا گفت resulting، تنوع لغت در رایتینگ. به دلیل چی هست؟ این هستش که new users یعنی یوزرهای جدید و مصرف کنندگان جدید میخرند این حالا وسایل الکترونیکی رو در کشورهای در حال پیشرفت. دقت کنید که به دلیل اینکه due to توش اصلا کلا due to حرف اضافه است دیگه، due to حرف اضافه است، به خاطر همین میخرند رو من به صورت ING آوردم دیگه، نمیگم new users buy، میگم buying، به خاطر اینکه due to حرف اضافه است. خیلی دقت کنید. بعد به جایی که بگم developing countries میتونم بگم developing economies، یه پرافریز خیلی خوب به جای countries، کشورهای در حال پیشرفت. اما the vast majority یعنی بیشترین در واقع این فروش به خاطر is the result of تنوع لغت، همون due to هستش دیگه. due to رو ولی نویسنده نیومده از due to استفاده کنه، میاد میگه the result of
در نتیجه چی هست؟ در نتیجه که users in developed economies replacing هم چرای ING گرفته بچه ها؟ به دلیل که the result of preposition هستش، دقیقا مثل do to که اینجا شده بود buying، اینجا the result of replacing existing equipment یعنی تجهیزاتی که الان دارن، existing یعنی الان در حال حاضر دارن، یعنی تجهیزاتشون رو جایگزین میکنن با تجهیزات جدید. اینجا با یه ترکیبی مثل the vast majority هم آشنا شدیم. the vast majority یعنی بیشتر، a lot of many به جای many میتونه the vast majority of استفاده کنیم. باز به جای کلمه countries ما developed economies رو داشتیم. The resulting problem is disposal of the old equipment. یعنی مشکلی که ایجاد میشه در نتیجه حالا اون بالا که اینا میان چیزای جدید میخرن یا اصلا جایگزین میکنن، این هستش که من چطور از old equipment disposal بشم. من توی اسلاید قبلی هم به شما گفتم disposal of یعنی همون get rid of، فقط رسمی تر هستش. dispose of something یعنی get rid of something یعنی رها شدن یا خلاص شدن از کسی یا از چیزی. مثلا اینجا disposal of یعنی خلاص شدن، رها شدن از این TCGs چجوری باشه. چرا they اومده برای old equipment؟ به خاطری که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. In the United States 80% of TVs and 70% of computers end up in landfills and nearly 200 million old PCs are being kept in warehouse facilities. در آمریکا 80% تیوی ها و 70% کامپیوترها سر از در واقع لندفیلز در میان. لندفیلز یه جایی هستش که زباله ها توش خالی میشن، مثلا خارج از شهر یک مکان خیلی بزرگی هستش که زباله اونجا رها میشن، پس بهش میگیم لندفیلز. بعد انداپین اینم با هم، اینم باز فریزال وربه ولی خب رسمیه، یعنی میتونید تو رایتینگ هم استفاده کنید. انداپین یعنی نهایی شدن، خاتمه یافتن، رها شدن، سر در آوردن. دقت کنید که به پرسنتاتون اصلا اس ندید. اینجا اس تیوی به معنی تیوی ها هستش در واقع. And nearly 200 million old PCs are being kept in warehouse facilities. و تقریبا 200 میلیون از این PC های قدیمی نگه داشته میشن، نگه داشته میشن در خدمات مربوط به warehouse که میشه انبارداری. اوکی، در انبارها به اصطلاح. دقت کنید که are being kept in که مجهول شده، are being kept یعنی در زمان حال داره نگهداری میشه، که دقت کنید که چطور being و PP فعل استفاده شده. According to the US Environmental Protection Agency, another 40 million PCs could join them in the next few years. حالا بر طبق نظر این ایجنسی که حالا ایجنسی مربوط به حفاظت محیط زیست، آژانس مربوط به حفاظت، بیش از حالا 40 میلیون PCs میتونه بهشون جوین بشه. could join them داره برمیگرده به اون در واقع 80% و 70% کامپیوترها در سالهای آینده. Unfortunately the challenge doesn't end there. یعنی متاسفانه چالشی که داریم اینجا هم تموم نمیشه، یعنی روز به روز ما وسایل الکترونیکی بیشتری رو به عنوان زباله داریم که به این لندفیل ها داره اضافه میشه. According to the United Nations Environmental Program, the sheer volume of discarded technological consumer goods, also called e-waste, could be as high as 50 million tons per year worldwide. حالا بر اساس نظر این برنامه سازمان ملل که برنامه محیط زیستی هستش، دقت کنید بچه‌ها کلمه according to رو همه جا استفاده نکنید. according to زمانی استفاده میشه که پشت سرش یک نهاد داشته باشیم، یک سازمان داشته باشه. مثلا نمیتونیم بگیم according to me، خب این اشتباه میشه. طبق نظر من مثلا باید بگیم in my opinion. اوکی، پس according to رو حتما طبق نظر سازمان، مثلا یه سازمانی یک نهادی وجود داشته باشه. The sheer volume of
کلمه شیر اینجا خیلی کلمه جالبی هست. شیر معنی های مختلفی داره با توجه به کانتکست. معنی کامپلیت و ابسولوت میده برای مثلا تأکید کنیم برای که درجه یه چیز خیلی بالا هستش، خیلی خیلی زیاد هستش. مثلا من میگم the sheer size of، که اینجا همین معنی رو داره دیگه، یعنی سایز خیلی بزرگ. the sheer volume of یعنی حجم خیلی بزرگ، بیشتر برای تأکید هستش. مثلا زمانی که قبل از سایز یا والیم، مثلا اینجا با والیم اومده، معنی تأکید میده. معنی شفاف هم میده، معنی دیگه هم داره، مثلا unmitigated هم معنی میده برای توصیف چیزی که در واقع خیلی شفاف و ساده هستش. مثلا من میگم sheer brilliance معنیه که به اصطلاح چی میگن، هوش خیلی سرشار میده، هوش خیلی زیاد میده، ولی بیشتر برای همون تأکید بر بزرگی یک چیزی استفاده میشه. مثلا شما اینجا به جای very مثلا سایز خیلی بزرگ، مثلا very big، مثلا very high استفاده میشه. اینجا براتون نوشتم used to emphasize how very great, important or powerful a quality or feeling is. مثلا میخوام بگم خیلی زیاد، the sheer volume of. خب پس این حجم خیلی زیاد discarded technological consumer goods که همون TCGs هستش. discarded یعنی رها شده، discarded رها شده. اینجا صفت این TCGs های یا اون وسایل الکترونیکی رها شده که بهشون e-waste هم میگیم، که e مخفف الکترونیک، waste هم که یعنی زباله های الکترونیکی. میتونه به بزرگی 50 میلیون تن در هر سال بشه. اینجا میگیم as میشه به بزرگی، و per year یعنی سالانه، worldwide هم یعنی در کل دنیا، around the world. Not only that, but e-waste contains toxins such as lead, cadmium and PVC. خب حالا نه تنها فقط این هستش، بلکه e-waste ها شامل contains یعنی شامل مواد سمی هستن، مثل سر، مثل کادمیوم، مثل PVC که اینا عنصرهای شیمیایی هستن که در واقع ما داریم و این TCGs ها contains یعنی شامله. An increasing problem is that some e-waste is now being disposed of in countries not equipped to deal with it. یعنی یه مشکلی که در حال خیلی بزرگ شدن و در حال زیاد شدن هست. وقتی میگیم an increasing problem یعنی مشکلی که داره هی زیاد میشه، اینه که بعضی از این e-waste ها، دقت کنید e-waste بچه غیر قابل شمارش اس نمیگیره، الان داره دیسپوز میشه. دوباره بچه مجهول زمان حال استمراری is being disposed. dispose of شد چی؟ خلاص شدن، رها شدن، تجزیه شدن در کشورهایی که not equipped to deal with it. دقت کنید که این کشورها equipped نشدن، یعنی مجهز نشدن که چطور مدیریتش کنن. deal with it. deal with something یعنی مدیریت کردن. این کشورها نمیدونن چطور مدیریتش شدن، equipped نشدن، یعنی تجهیزاتش رو ندارن. کلمات خوبی توی این پاراگراف یاد گرفتیم. sheer, per year, contains, is being disposed of, deal with something. این کلمات خیلی خوبی هستن، استفاده کنید. خب it's estimated that California alone shipped about 10,000 tons of e-waste overseas in 2006, and 40% of that was sent to developing countries such as Malaysia, India, Ghana and Brazil. خب میگه حد زده میشه، تخمین زده میشه. It's estimated that تخمین زده میشه که کالیفرنیا خودش به تنهایی که یک ایالت در آمریکاست، shipped معنی صادر کردن هستش، در حدود، حالا البته از طریق کشتی، 10,000 تن از این ویست ها رو overseas میفرسته، یعنی در کشور خارج از کالیفرنیا فرستاده، البته چون shipped گذشته است. و 40% of that یعنی درصدش در واقع was sent to فرستاده شد به کشورهای در حال پیشرفت مثل مالزی، هند، غنا و برزیل. دقت کنید که چیزی که میخواستم بهتون بگم اینه که با توجه به اینکه سال مشخصی داریم 2006،
ما زمان جملاتمون رو گذشته ساده انتخاب میکنیم. میگم was sent که این مجهول گذشته ساده است. بعد چرا was استفاده کردیم؟ چون e-waste غیر قابل شمارشه. درسته تعداد هستش ولی غیر قابل شمارشه. Ineffective waste disposal in these areas has led to higher levels of environmental pollution and dreadful medical conditions such as cancer in adults and birth defects in babies. خب به دلیلی که سیستم تجزیه زباله‌شون ineffective هستش. ineffective یعنی نامؤثر، فایده نداره. بسا ineffective waste disposal. مثلا تو کشور ما هم تا حدی داریم ineffective waste disposal. disposal یعنی رها شدن از زباله، تجزیه زباله. بعد این تو این مناطق باعث شده است. اینجا چون سال مشخصی نداریم، یعنی اینجا 2006 رو نداریم، در حالت کلی داریم صحبت می‌کنیم از گذشته تا الان، از زمان present perfect استفاده می‌کنیم. has led to. led گذشته فعل lead هستش. منجر شده به آلودگی محیط زیست خیلی بالا، higher levels of environmental pollution و همچنین شرایط پزشکی خیلی وحشتناک. کلمه dreadful به معنی causing fear, shock and suffering، صفته به معنی وحشتناک. شرایط پزشکی خیلی وحشتناکه، مثلا cancer in adults، سرطان در بزرگسالان، birth defects in babies، به اصطلاح نقص‌های تولد در بچه‌ها. defects به معنی نقص، birth defects با هم حفظ کنید، defects، birth defects. خب however there are several possible solutions to curb this growing tide of e-waste washing up on the shores of developing countries. خب اینجا میخواد راه حل ارائه بده. اصلا این شبیه رایتینگ پرابلم سولوشن هستش که اول پرابلم رو مطرح میکنه که باعث دلیل پرابلم چی بوده، بعد اثرش چی بوده و اینجا از پاراگراف 4 به بعد میخواد سولوشن خوبی رو ارائه بده که several possible solutions وجود داره to curb کلمه بچه ها خوبی هستش، سطحش خوب هست، به معنی محدود کردن و اینجا هم براتون نوشتم control and limit something that's not wanted. curb معنی محدود کردن میده، فعل هستش معنی restrain یا control میده. البته دقت کنید که این کلمه اسم هم میتونه باشه ولی اینجا به نقش فعلی هست چون بعد از to استفاده شده. پس معنی limit یا معنی control میده. مثلا میگیم the government aims to curb inflation. دولت قصد داره که inflation یا تورم رو کاهش بده. پس چندین راه حل وجود داره برای کرب کردن یا کاهش دادن این تاید بچه ها به معنی بالا و پایین اومدن e-waste هاست که washing up یعنی داره میشوره سواحل کشورهای در حال پیشرفت. تاید یعنی جزر و مد دیگه. The rise and fall of the sea. اینجا یه استعاره استفاده کرده از منظور این هستش که این هی داره به کشورهای در حال پیشرفت ضربه میزنه و اینجا میگم از استعاره استفاده کرد. کنار دریا ما تاید داریم، جزر و مد داریم. بعد این میگه e-waste ها هی بالا و پایین میرن، به اصطلاح تاید هستن، در حال افزایش هم هستن و دارن به سواحل on the shores of developing countries ضربه میزنن یا wash upش میکنن به اصطلاح. خب پس میگه چندین راه حل وجود داره برای این افزایش در حال پیشرفت e-waste ها. که البته شما میتونید اگر بخواید این استعاره رو استفاده کنید فقط e-waste رو تغییر بدید. حالا اگر مثلا راجع به inflation دارید صحبت میکنید تو کشورهای فقیر میتونید بگید this growing tide of مثلا inflation washing up the shores of developing countries. اگر دارید راجع به بیکاری صحبت میکنید میتونید بگید مثلا there are several solutions to curb this growing and amount of unemployment, tide of amount of unemployment washing up on the shores of developing countries. یعنی فقط که اینجا چون موضوعمون e-waste هستش راجع به e-waste داره صحبت میشه ولی شما مثلا دارین رایتینگ problem solution می‌نویسید پرابلمتون رو به جای e-waste میتونید جایگزین کنید و از همین ساختار اول پاراگراف solutionتون استفاده کنید. First of all یعنی در ابتدا there needs to be more consumer awareness
and use of specialist recycling companies in developing economies. در ابتدا خب لازم هستش که بچه وقتی دارید پاراگراف سالوشن می نویسید حتما سعی کنید از مودال استفاده کنید. مودالیتی خیلی مهمه. مثلا اینجا needs to, there needs to be، میتونید از should یا از حتی must هم استفاده کنید. مودال فراموش نشه. ما باید consumer awareness یعنی در واقع آگاهی مصرف کننده رو داشته باشیم و همچنین استفاده کنیم از یه سری کمپانی هایی که متخصص ریسایکلینگ هستن، متخصص بازیافت هستن در واقع در کشورهای پیشرفته. At present, only a token 20% of e-waste is disposed in this way. At present یعنی در حال حاضر در واقع داره میگه که فقط حدود 20% از این e-waste ها تجزیه میشه به این شکل، به شکل صحیح. کلمه token 20% اینو اینجوری حفظ کنید که توکن در واقع معنی حدوداً میده یا بیشتر معنی علامت میده. یک به اصطلاح دیجیتال اسست هستش، تقریبا یک علامتی هستش که توکن بیشتر به معنی چیزی هستش که یک ارزش رو داره. توکن 20% یعنی تقریبا به ارزش 20% این e-waste ها is disposed of که باز مجهول هست به این صورت in this way. پس کلمه توکن رو بیشتر به این معنی نگاه کنید که something that represents a larger concept of value or action هستش. در واقع به این معنی هستش که یک واحده، مثلا یک مقدار 20% معنی این میده که شما اگر که مطمئن هستید از مثلا درصدتون میتونید کنارش کلمه توکن رو بذارید که معمولا هم با درصدهای کم استفاده میشه. A second solution could lie with a greater global regulatory and legislative power. خب حالا داره راه حل دوم ارائه میده. راه حل دوم میتونه قرار بگیره در یک قدرت قانونگذاری و به اصطلاح نظم جهانی. regulatory یعنی نظم، legislative هم به معنی قانونگذاری که صفت برای power. could lie with هم فعل خوبیه بچه. could lie with یعنی میتونه اینجوری باشه. could lie with میتونه از طریق حالا این باشه. یعنی شما به جایی که بگید که مثلا the government can حالا یه کاری انجام بده، شما میتونید بگید که راه حل دوم از طریق قانونگذاری. حالا برای که این جمله رو بگید میگید که could lie with greater global regulatory and legislative power. خیلی هم خوبه. البته شاید دوست نداشته باشید گلوبال استفاده کنید، میتونید از لوکال استفاده کنید اگر دارید راجع به دولت محلی صحبت میکنید، یعنی کشور خودتون. این جمله برای شروع در واقع راه حل دادن، برای که بگیم که مثلا دولت باید کاری رو انجام بده، به جای نوشتن یک جمله ساده میتونید از این جمله استفاده کنید. دقیقا همون معنی رو میده. In the early 1990s, a campaign was mounted to stop trading e-waste, and in 1995, an international ban on hazardous waste being shipped to developing countries was signed. در اوایل دهه 1990 این اسم معنی دهه میده بچه. 1990 تا در واقع سال بعدش که دیگه، یعنی 10 سال بعدش که شده دیگه 2000. یک کمپینی was mount to یعنی افزایش پیدا کردن، شروع کردن، در واقع گسترش پیدا کردن که متوقف کنه trade in یعنی تجارت e-waste ها رو. در 1995 اصلا یک منع بین المللی روی ویست یا زباله های خطرناک ایجاد شد که اینا نباید شیپت بشند به کشورهای در حال پیش. یعنی این بنه بهش میگیم international ban یعنی تحریم بین المللی امضا شد. was signed اینجا فعلشه ببینید. an international ban was signed امضا شد. حالا international ban روی چی بود؟ روی hazardous waste بود که being shipped. کلمه hazardous به معنی در واقع صفت هستش، به معنی dangerous. hazardous به معنی
در واقع خطرناک، dangerous, hazardous. OUS هم داره دیگه، میدونیم صفت خود hazard یعنی خطر، این میشه خطرناک. کلمه خیلی رسمی، به جای dangerous میتونید ازش استفاده کنید. The European Union has subsequently woven this agreement into the legal framework. یعنی اتحادیه اروپا، که اتحادیه اروپا خواستید بنویسید بچه‌ها حتما کپیتال بنویسید و هم قبلش بذارید. اینا پشت سرش subsequent، پشت سر این تحریم، این توافق رو در واقع در یک فریمورک قانونی قرار دادن. woven یعنی در واقع بافتند، ولی اینجا معنی قرار دادن معنی میکنیم. has woven یعنی قرار دادن این توافق رو در یک فریمورک قانونی که از فعل weave میاد. اینجا براتون نوشتم weave یعنی بافتن در واقع، و اینجا معنی قرار دادن میده. Unfortunately, the United States has yet to sign up an illegal trade in e-waste by companies wanting to bypass expensive waste treatment processes or earn much needed foreign currency continues to grow. متاسفانه آمریکا has yet to sign up یعنی هنوز امضا نکرده است. بچه این ساختار خیلی جالبه. مثلا به جایی که ما بگیم hasn't signed up yet یعنی yet رو بذاریم آخر کار، بعد hasn't رو استفاده کنیم و PPF یعنی present perfect. ما وقتی مثلا میخوام بگیم من هنوز تصمیم نگرفتم، میگم I haven't decided yet رو میذارم آخر جمله. درسته؟ میتونیم have و has رو بیاریم، بعدش yet بیاریم و بعد با فعل infinitive ادامه بدیم، همون معنی رو میده. یعنی همون I haven't decided yet رو من میتونم بگم I have yet to decide. اینجا به جایی که بگم I hasn't signed up yet گفته که United States has yet to sign up، که خیلی هم ترکیب خوبی هستش، میتونید تنوع بدید به گرامرتون. پس هنوز امضا نکرده آمریکا و این تجارت illegal یعنی غیر قانونی در مورد این زباله ها به وسیله شرکت هایی که میخوان دور بزنن، bypass یعنی دور زدن به اصطلاح. خب به دلیل حالا این اینترنشنال بن هایی که کشورمون داره ما با این کلمه آشنا هستیم، دور زدن، میخوان دور بزنن و این به اصطلاح پروسه گرون waste treatment یا تجزیه زباله ها رو نمیخوان انجام بدن دیگه، چون گرونه دیگه، expensive هستش. و یا از طرف میخوان earn به دست بیارن کرنسی کشورهای خارجی رو دیگه، که خیلی هم زیاد هستش. much needed یعنی خیلی زیاد بهش در واقع نیاز دارن، خیلی زیاد هستش. کرنسی اینجا معنی پول میده، معنی مانی میده در اون کشور، و به خاطر همین continuous to grow یعنی همینطور داره افزایش پیدا میکنه. منظور اینه که تجارت قانونی، تجارت غیر قانونی توسط این شرکت هایی که حالا یا به خاطری که دوست ندارن وارد پروسه تجزیه بشن چون گرونه، و یا از طرف پول کشورهای در حال پیشرفت رو لازم دارن و میخوان و خیلی هم زیاد هستش، این تجارت داره افزایش پیدا میکنه. و شاید که دلایلش هم این هستش که آمریکا هنوز این بن بین المللی، تحریم بین المللی رو امضا نکرده. بسیار خب بچه، بریم پاراگراف 6 رو با هم بخونیم. An alternative to these solutions is to shift the burden from consumers and governments to manufacturers and retailers of high-tech goods. خب خیلی جمله جالبی هستش، چون که راه حلی که ارائه داده بود که مربوط به دولت بود، به هر حال یه سری نقدها بهش وارد هستش. تو این پاراگراف میاد میگه که یک راه جایگزین برای این حالا راه حلی که من قبلا ارائه دادم این هستش که ما شیفت کنیم، تغییر بدیم مسئولیت رو یا اون بار مسئولیت رو از مشتری ها و دولت به کارخانجات و کسایی که بسیار خرده فروشی میکنن، خرده فروشی این های تک گودز رو انجام میدن. خب خیلی جمله خوبی هستش، یعنی منظورش این هستش که manufacturers and retailers are also responsible.
ولی خب اومده مثلا به یک روش دیگری این مسئولیت رو منتقل کرده و خیلی ترکیبای خیلی خوبی استفاده کرده، مثلا alternative که به معنی جایگزین هستش. بعد از is از infinitive استفاده کرده. میبینید کلمه burden کلمه خوبی هست، معنی responsibility مسئولیت میده. بعد manufacturers and retailers رو با هم استفاده کرده. شما میتونید با هم استفاده کنید وقتی میخواین بگین که کارخانه دارا و فروشنده ها، خرده فروش ها مسئول هستن. و ترکیب های تک که یک صفت خیلی خوب هست برای goods. های تک حتما هایفن وسطش هم بذارید، یعنی تکنولوژی با کیفیت و بالا. Since they are the ones profiting from technology sales, they should be part of the solution. حالا چرا؟ چون که اونها کسایی هستن the ones در واقع برمیگرده به manufacturers and retailers که سود میبرن profiting from از این فروش تکنولوژی. اونها هم بهتر هستش که بخشی از راه حل باشن. دقت کنید که بچه از should استفاده کرده، یعنی بهتر است که. بعد اینجا ما reduced adjective clause داریم، یعنی they are the ones who are profiting که who areش حذف شده و فقط profiting fromش مونده و profit همیشه در نقش فعلی حتما بعدش حرف اضافه from میاد. For example, more companies now collect and recycle old technology and are looking at ways to make their equipment greener. مثلا شرکت های خیلی زیادی الان دارن تکنولوژی ها رو، آن وسایل تکنولوژی رو جمع میکنن، بازیافت میکنن و در جستجوی روش هایی هستن برای اینکه این تجهیزات رو گرینر کنن، یعنی که سبزتر کنن، به اصطلاح متناسب با محیط زیست کنن. For example, equipment could be made with fewer harmful substances, making it easier and cheaper to recycle. مثلا که تجهیزات میتونه از یک سری مواد کمتر harmful، کمتر مضر ساخته بشه. کلمه substance به معنی مواد هستش، جمع میشه، هم متریال هستش که باعث میشه که اونا آسان‌تر و ارزون‌تر باشن برای بازیافت. بچه ببینید اینجا یک حرکتی که انجام داده اینه که اول میاد میگه که خب شرکت ها دارن سعی میکنن محصولات رو گرین تر کنن، سبزتر کنن. بعد احساس کرده که خب حالا یعنی چی، برای کسی که داره میخونه خیلی واضح نیست. بعد میاد کم توضیح میده، میگه تجهیزات باید از موادی ساخته بشن که کمتر هارمفول باشن. شاید ما تو وهله اول از کلمه گرین هم این مسئله رو درک کنیم، ولی یادمون باشه که وقتی توضیحات پشت سرش میدیم موضوع کاملا کلاریفای میشه. اینجا هم از گرامر reduced adverb clause reduced adjective clause استفاده شده. یه which بوده که باعث میشه، بعد این which به کل جمله برمیگرده. از این which هایی نیست که به اسم قبلی برگرده، یعنی که این موضوعی که ما اینجا راجع بهش صحبت کردیم باعث میشه، اینجا make معنی باعث شدن میده، باعث میشه که آسان‌تر و این پروسه منظور همون پروسه ریسایکلینگ خیلی آسان‌تر و چیپ‌تر باشه. بنابراین ما اینجا which رو حذف کردیم و به فعل بعدمون ing دادیم. از این تکنیک در آخر جملات بچه‌ها خیلی استفاده میکنیم. ما در آخر جملات معمولاً میخوایم اثر یه چیزی رو بگیم که باعث میشود یه کاما میذاریم، با فعل ing دار ادامه میدیم. حالا این فعل ing دار میشه making، resulting، leading، causing، حالا هر فعلی که دوست داشتیم میذاریم. بسیار خوب، بریم ادامه پاراگراف 6. It could also be made of more recycled components که این کار باعث میشه که اونها از در واقع عناصر ریسایکل شده تشکیل شوند. components به معنی جزئیات یا عناصر، مواد تشکیل دهنده. Finally, green equipment could be designed to have a greater scope of possibilities in terms of updating, therefore minimizing the need for replacement. خب و در آخر هم اگر که ما تجهیزاتمون رو گرین کنیم، به اصطلاح از مواد کمتر به اصطلاح مضر استفاده کنیم متناسب با محیط زیست، اینا میتونن دیزاین بشن برای اینکه یک به اصطلاح رنج گسترده‌ای از امکانات رو به ما بدن.
حالا از چه نظر؟ از نظر مثلا آپدیت کردن. پس ما a greater scope of possibilities، اینو یه جا بچه ها حفظ کنید به عنوان یک collocation. a greater scope of possibilities. a greater scope of possibilities یعنی رنج گسترده ای از امکانات. scope به معنی همون رنج میده، دامنه، اینها معنی میده. بعد ترکیب in terms of یعنی از نظر، از لحاظه. خب که این موضوع minimizing the need for replacement، کاهش میده نیاز برای جایگزینی رو. دقت کنید که من اینجا باز از reduced adjective clause استفاده شده و اینو میخوام توضیح بدم که اینجا در واقع which بوده که کاهش میده، که برمیگرده به کل جمله. این که ما مثلا آپدیتمون بهتر صورت بگیره کاهش میده نیاز برای جایگزینی رو. وقتی گوشی من آپدیت باشه دیگه ریپلیسمنتش نمی کنم، جایگزینش نمی کنم. کلمه ریپلیسمنت آخرش منت هستش میبینید و اسم برای ریپلیس و مینیمایز فعل هستش به معنی کاهش دادن. حالا اینجا ویچ بوده بچه ها، ویچ هست شده بعد به فعل آینجی داده شده. منتها بعضی اوقات میتونیم therefore رو هم وسطش بیاریم، یعنی بعد از کاما therefore رو هم بیاریم که البته اگه نیاورده بود هم باز معنی منتقل میشد. پس اینم از reduced adjective clause که ما 2 بار این ساختار رو توی این پاراگراف دیدیم. بریم پاراگراف 7. Perhaps we are now turning the corner in e-waste management as stronger rules and penalties and growing corporate accountability are all starting to have an impact. شاید ما الان داریم در واقع یک گوشه از مدیریت صحیح این زباله‌های الکترونیکی رو در واقع تغییر میدیم، چون قوانین قوی‌تر و مجازات‌های قوی‌تر و مسئولیت بیشتر شرکت‌ها همه دارن شروع میشن برای اینکه تأثیر بذارن. خب ترکیب ترن کورنر یعنی تغییر یک زاویه، تغییر یک گوشه که میتونه توی موقعیت‌های مختلف استفاده بشه. وقتی که میخواین یه چیزی رو تغییر بدین میگیم که turn the corner. حالا البته ما یه گوشه ای از این قضیه رو داریم بحث میکنیم، منظور این هستش که در واقع خیلی گسترده تر و بزرگتر هستش. پس یک idiomatic expression هست به معنی to begin to recover from a difficult situation or to make progress after facing challenges or setbacks. مثلا میگیم که حالا یه مثال دیگه براتون بزنم که چجور turn the corner استفاده کنید. مثلا میگیم بعد از اینکه اون ماها استراگل داشت، کشمکش داشت با سلامتیش و تقلا میکرد، بالاخره turn the corner کرد و احساس بهتری کرد، شروع به بهتر شدن کرد. اینجا که میگیم بالاخره turn the corner کرد منظورمون هستش که begin to recover شد بعد از یک دوره سخت. الان هم ما تو در قسمت e-waste management خب واقعا سخت بوده، difficulty هستش توی منیجمنتش و الان وقتی میگیم turn the corner منظورمون begin to recover from a difficult situation or make progress. اینجا مفهوم make progress هم ده. پس ما یعنی گوشهشو گرفتیم و بررسی کردیم و احساس پیشرفت کردیم. پس turn the corner make progress ایدیوماتیک هست، تو رایتینگ استفاده نکنید. از میگه چون میتونه معنی از وقتی که هم بده، از وقتی که حالا قانون ها و پنالتی های قوی تر اومده. دقت کنید که پنالتی حالا توی فارسی هم میگیم، توی انگلیسی تلفظش میشه penalty که جمع میشه. و همچنین accountability یا مسئولیت کورپوریت ها هم داره رشد میکنه. growing اینجا معنی رشد کردن هستش و میتونسته از increasing هم استفاده کنه. و growing accountability ترکیب خوبی هستش، یعنی افزایش مسئولیت. کلا کلمه accountability اشاره داره به حالا یا اثر اجبار یا اثر اراده برای اکسپت کردن یک سری مسئولیت ها و تصمیمات و شما باید پاسخگو باشید به در واقع چیه کسی یا چیزی. پاسخگویی بهتر بگیم. پس accountability اسمم هستش. اینجا براتون نمیشم the fact of being responsible for what you do و این corporate accountability یعنی مسئولیت شرکت ها.
اینا have an impact داشتن، یعنی تاثیر خودشون رو دارن میذارن. However, without us actively seeking ways to rethink our development and use technology to protect the planet against further environmental damage, these measures will only make a small dent in an ever-growing pile of waste. خب اگرچه که بدون حضور ما که فعالانه دنبال راههایی باشیم برای دوباره فکر کردن پیشرفتمون. rethink یعنی بررسی کردن، rethink از re میاد معنی دوباره، seek به معنی جستجو کردن، همون look for هستش. seek خیلی کلمه خوبی هستش و خیلی کلمه رسمیه، مثلا look for phrasal verb بهتر استفاده نشه، ولی seek در واقع یک attempt یا تلاشی هست برای discover کردن یک چیزی و معمولا مثلا میگیم seek ways، seek advice، یعنی جستجوی روش‌هایی که ما پیشرفتمون یه بار دیگه بررسی کنیم و استفاده کنیم از تکنولوژی برای محافظت از سیارمون. دقت کنید سیاره قبلش the اومده، the planet، که همونجور که میبینید به خاطر که برها یه دونه هست. حالا در برابر چی؟ against اینجا معنی در برابر میده، در برابر آسیب‌های محیط زیستی بیشتر. اینجا further environmental damage. دقت کنید ما تو فارسی دیگه برعکس ترجمه میکنیم ولی تو انگلیسی صفت قبل از اسم میاد. environmental اینجا صفته، further هم معنی صفتی داره. damage یعنی آسیب. دقت کنید کلمه damage غیر قابل شمارش هستش، اما در بعضی از مواقع ما دمیج رو میتونیم اس هم بدیم، یعنی بگیم که damages اصولا اشاره میکنه به در واقع اون جبران پولیه که به یک فردی داده میشه به خاطر که حالا یک ضرری دیده، حالا بیشتر به خاطر اینکه مثلا یک شرکت کار اشتباهی انجام داده، محصول اشتباهی رو تولید کرده، بنابراین بیشتر میشه جبران پولی یک ضرر. مثلا میگیم که دادگاه به او مثلا $100,000 داد در جواب اون آسیب هایی که به خاطر تصادف ماشین دریافت کرده بود. اینجا میگه in damages for the injuries in the car accident. in damages منظور اون پولایی هستش که به هر حال به خاطر جبران اون آسیب رسیده بود. ولی دمیج وقتی معنی کلی آسیب میده یعنی حالت خاص نداره، غیر قابل شمارش. پس these measures will only make a small dent. خب این خیلی هم ترکیب خوبی هست. these measures یعنی راه حل. measures حالا جدا از این که معنی فعلیش اندازه گیری هست، معنی راه حل هم میده. میتونیم measurements هم بنویسیم که میشه راه حل. make a small dent یعنی یک پیشرفت خیلی خیلی کوچولو، یک تفاوت خیلی خیلی کوچولو ایجاد کرده. dent به معنی فرو رفتگی هستش بچه‌ها و وقتی که میگیم to make a small dent it means to make a slight impact or progress in a particular task or situation. در واقع یه مقدار خیلی کوچولوی موفقیت یا progress به دست آوردیم، به خاطر هم میگه make a small dent پس شد اون در واقع اون فرو رفتگیه. در کجا؟ in an ever growing pile of waste. ever growing خیلی صفت خوبیه، مخصوصا حالا که داریم راجع به تکنولوژی صحبت میکنیم، در این حجم روزافزون زباله ها. ever growing یعنی هر روز داره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. چقدر پاراگراف زیبایی بود بچه ها. یکی turn the corner رو یاد گرفتیم، گفتیم که turn the corner معنی make progress میده. اینجا کلمه accountability رو یاد گرفتیم که معنی مسئولیت میداد، responsibility. have an impact یک کالوکیشن خوب. seek معمولا بعدش ways or advice میاد. rethink یعنی consider. گفتیم planet the میاد، بعد اینجا make a small dent به معنی make a slight impact or progress in a particular task or situation میده. ever growing هم که معنی روزافزون. خیلی کلمات خوبی استفاده شده. بچه‌ها ریدینگمون تمام شد. این آخرین ریدینگی بود که بررسی کردیم. سوالایی که گذاشته شده سوالای خیلی خوبی هستن، حتما بررسیشون کنید
من کتاب فوکس آن وکابرری 1 رو هم که تموم کردم در کانال یوتیوب کامل گذاشته شده، اما کتاب فوکس آن وکابرری 2 رو به صورت پکیج در میارم به زودی و احتمالاً به صورت هفتگی 2 تا درسش رو روی پکیج هر هفته قرار میدم و اگر که تمایل داشتین که این در واقع کتاب رو تهیه کنید، سعی کنید که حتما توی کانال تلگرام من با من در ارتباط باشید. کتاب فوکس آن وکابرری 2 در واقع کتابی هستش که کالوکیشن های خیلی خیلی زیادی داره. بسیار خوب دوستان عزیزم، خیلی درس جالبی بود. کتاب فوکس آن وکابرری 1 همه درسش تموم شد. من سعی کردم خیلی جزئیات رو به شما بگم. من کتاب فوکس آن وکابرری 2 رو هم شروع کردم و قراره که به صورت پکیج در بیاد، روی یوتیوب قرار نمیگیره. شما میتونید، این کتاب خیلی کتاب گسترده‌ای هستش و به خاطر همین من به صورت هفتگی 1 یا 2 درسش رو روی پنل کسانی که پکیج رو تهیه کردن قرار میدم. پکیج کتاب فوکس آن وکابرری 2 رو باید تهیه کنید اگر تمایل دارید که این کتاب رو داشته باشید. آدرس کانال تلگرام من دشتمان آندرلاین انگلیش کلابه و اگر به تلگرام من پیام بدید، یعنی Z-1 بدون هیچ گونه فاصله ای، آیدی من @Z-1 هستش و من راهنماییتون میکنم که هزینه پکیج چقدر هستش و این پکیج اصلا شامل چه چیزهایی خواهد شد. بررسی که توی کتاب فوکس 2 داریم، چون کتاب فوکس 2 یکم سنگین تر از کتاب فوکس 1 هستش و در واقع روی اکادمیک ورد لیست بیشتر کار میکنن نویسندگان این کتاب و ریدینگ ها هم طولانی تر هستن، مخصوصا برای کسایی که حالا هم میخوان ریدینگشون بهتر بشه و هم به ویژه رایتینگشون. این کتاب خیلی توصیه میکنم. حتما اگر تمایل دارین این کتاب و این پکیج رو تهیه کنید، به آیدی تلگرام من پیام بدید یا توی اینستاگرام دایرکت بدید، به هر حال من راهنماییتون میکنم. من بخشای از این کتاب بهتون نشون میدم. الان درس 1 هست که در واقع قراره روی پنل قرار بگیره و به صورت هفتگی همین اتفاق میفته. راجع به تکنولوژی اند سوسایتی هستش و اتفاقی که توی این پکیج فوکس 2 میفته، حالا جدا از این که ما ریدینگ ها رو خیلی 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 کامل بررسی میکنیم و همه جزئیاتش رو میگیم، من این جدول رو هم با توجه به تمایزها و تفاوت‌های ظریف معنایی بررسی میکنم. البته این جدول تو فوکس 1 هم داشتیم، ولی توی فوکس 2 یه خورده تفاوت‌های معناییش خیلی برای بچه‌ها سخت میشه. مثلا اینکه eventuality رو کی استفاده میکنیم، تفاوت بین diversification و diversity چی هستش. کلا این پکیج برای کسایی هستش که میخوان عمق دانش زبانشون رو گسترده کنن و طبیعتاً به نمره‌های 7.5 به بالا فکر کنن. کالوکیشن خیلی داره، کالوکیشن ها رو هم بررسی میکنیم و در واقع به صورت هفتگی روی پنل پکیج جدایی هستش که روی پنل تهیه کنندگان قرار میگیره. اگر که تمایل دارید حتما به من پیام بدید که من در واقع این پنل رو برای شما ارسال کنم که شما به صورت هفتگی درس ها رو اونجا دریافت کنید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. من تمام تلاشم رو کردم که یک آموزش خیلی خوب از کتاب فوکس 1 به شما بدم و امیدوار هستم که گوش داده باشید، یاد گرفته باشید و اگر که مطالب کانال یوتیوب من براتون مفید هستش به دیگران هم معرفی کنید تا به آموزش سعی زبان کمک کنیم. حتما برام بنویسید که چه فیدبک هایی از کتاب فوکس 1 گرفتید. خیلی هاتون به من پیام دادید که کتاب فوکس 1 که واقعا هم کتاب چالشی و سختی هستش و خیلی متناش زیباست و خیلی کالوکیشن داره و خوب هم، حالا من سعی کردم آنالیزش کنم، میتونه توی رایتینگتون به ویژه تاثیر داشته باشه. امیدوارم فرصتی بشه باز هم در یوتیوب در خدمتون باشم برای مهارت‌های دیگه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.